آینده را یک سو گذار هرچند آمدنی است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از حادثه پیش نگذر. آیا می خواهی میوه را پیش از پختنش خام بخوری؟ البته تقدیر فردا بجز الله به کسی معلوم نیست و همچنین آرزو کردن تلخی و شیرینی آن عملی نسیه است. انسانیت چنین است که اکثر وقت در خیال مصیبت فردا خود را غمگین می دارد، اما معلوم نیست که پگاه مصیبت و یا خوشبختی در پیش است. از همه نقطه نامعلوم ترین این است که به پگاه می رسیم یا نه. فکر و خیال آن که در مساحت دور ما را مصیبت انتظار است خود یک اشتباه بزرگ است. اکثرا ما در غصه فردای نسیه و گرسنگی و تشنگی و یا بیپولی آن خود را اندرمان می کنیم. وقتی خیش را ضایع نموده از بدیع روز هنوز نآمده بیشتر فکر می کنیم. باید به عقل بصر اندیشه راند که آیا به چنین روز می رسیم و یا گریبان ما را مرگی به محل می گیرد. عمر ما در دست ما نیست، پس رزق و روزی ما نیز در کف ما نیست. آن هر لحظه از سوی خداوند به ما می رسد، پس صاحب فردا و رزق و روزی تنها خداست. پس برادران عزیزم، از خیال و آرزو و غم و غصه آینده دوری بجوییم. حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب